در انتهای قسمت قبل دیدیم که ایرج از کنیزش یک دختری به دنیا آمد، اون دختر رو شوهر دادند و حالا منتظرن تا اون دختر صاحب پسری بشه که بیاد و انتقام خون ایرج رو بگیره. بدادش بدان نامبردار شوی، چو یک چندگاهی برآمد بروی، یکی پور زاد آن هنرمند ماه، چگونه سزاوار تخت و کلاه. چون از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش بر پادشاه. برنده بدو گفت که تاج بر، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. جهان بخش را لب پر از خنده شد، تو گفتی مگر ایرجش زنده شد. گرفتان گران مایه را در کنار، نیایش همی کرد با کردگار. همی گفت که این روز فرخنده باد، دل بد سگالان ما کنده باد. همان که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهر نو آمد سبک بنگرید. چون این گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد به بر. می روشن آمد ز پرمای جام، منا چهره دارد منوچهر نام. خب اینجا در همین شروع چند تا نکته اساسی رو داریم. دیدیم که خب این دختر ایرج حالا صاحب پسری شده. این پسر رو همونطور که در این بیت آخر دیدیم اسمش رو گذاشتن منوچهر. اول که این پسر از همون صحبتی که شد معلوم بود که قیافش به قدری شبیه ایرج هست که اون کسی که این نوزاد رو میبره به سمت فریدون میگه اصلا بیا نگاه کن انگار ایرج دوباره. و یه نکته کوچک اینجا داشت، گفت که همان که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. یه چیز کوچکی بود توی عزاداری که فریدون در انتهای قسمت قبل دیدیم برای پسرش کرد، اونجا خیلی واضح نگفتش، خیلی به اختصار گفت. اینجا حالا بیشتر معلوم میشه. اونم این که فریدون به خاطر گریه های زیادی که برای ایرج کرده بود بیناییش رو از دست داده بود. توی قسمت قبل این بیت رو داشتیم که گفت زمین بستر و خاک بالین اوی، شده تیره روشن جهان بین اوی. این شده تیره روشن جهان بین اوی یعنی سوی چشماش رو از دست داده بود به خاطر گریه زیاد. الان اینجا داره میگه به محض اینکه این نوزاد رو میبرند پیش فریدون، همین که میگن این عین ایرجه، خدا رو که شکر میکنه، خدا هم به او سوی چشمانش رو پس میده و فریدون چشمش رو باز میکنه و صورت این نوزاد رو میبینه. یک چیزی هم بود اینجا، باز اون کارهایی که فردوسی کرده برای اینکه این نام منوچهر رو توضیح بده، یه حالت داستانی براش ساخته، یه جور ریشه برای نام منوچهر اینجا ساخته توی داستان که خیلی شبیه همون کاری که مثلا داشتیم ریشه‌ای ساخته بود برای اسم سلم. این ریشه واقعی نام منوچهر نیست، صرفا یک چیز خیلی جالبیه که در داستان درستش کرده. اونم این که فریدون که حالا توان چشماش رو پس گرفته، همین که چشمش میفته به این نوزاد میگه این نوزاد چقدر چهرش عین منه و به همین دلیل میگنش منوچهر، یعنی کسی که چهرش شبیه منه. خب همطور که عرض کردم منوچهر معنی واقعش این نیست، یعنی ریشه اصلی این کلمه هیچ ربطی به این قضیه نداره، صرفا خیلی توضیح قشنگیه. معنی واقعی کلمه منوچهر رو هم اگه میخواد بدونید در حقیقت مینوچهر هست. مینو به معنای همون بهشت، چهر هم کلمه‌ایه که در پهلوی در حقیقت معنیش صورت نبوده، معنیش نژاد بوده. حالا به مرور زمان معنیش عوض شده، در فارسی به معنای چهره و صورت به کارش میبریم، ولی مینوچهر یعنی کسی که نژاد آسمانی یا نژاد بهشتی داره. حالا به هر حال این نوزاد به نام منوچهر الان به دنیا اومده. چنان پروریدش که باد هوا بر او برگذشتن ندیدی روا. پرستنده‌ای کش به برداشتی، زمین را به پی هیچ نگذاشتی. به پایندرش مشک سارا بودی، روان بر سرش چتر دیبا بودی. چون این تا برآمد بر او سالیان، نیامد زختر زمانی زیان.
هنرها که بود پادشاه را به کار، بیاموختش نامور شهریار. چو چشم و دل پادشاه باز شد، سپه نیز با او هم آواز شد. نیا تخت زرین و گرز گران، بدو داد و پیروز تاج سران. کلید در گنج های گوهر، همان تخت و طوق و کلاه و کمر. سراپرده دیبه از رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ. چه اسپان تازی به زرین ستام، چه شمشیر هندی به زرین نیام. چه از جوشن و ترگ و رومی زره، گشادند مربندها را گره. کمانهای چاچی و تیر خدنگ، سپرهای چینی و زوپین جنگ. بر این گونه آراسته گنج ها، کشیده به گردندرون رنج ها. سراسر سزای منوچهر دید، دل خیش را زو پر از مهر دید. کلید در گنج آراسته، به گنجور او داد و آن خواسته. همه پهلوانان لشکرش را، همان نامداران کشورش را. بفرمود تا پیش اوی آمدند، همه با دل کینه‌جوی آمدند. به شاهی بر او آفرین خواندند، زبرجد به تاجش برافشاندند. این کلمه زبرجد هم که اینجا آمد، نوعی سنگ گران قیمت یاقوت زرد هم بهش میگن. خلاصه الان داریم میبینیم که آقای منوچهر به سن و سال بزرگسالی رسیده و پدر بزرگش یعنی همون فریدون داره تاج و تخت رو به او میده و سپاه خودش رو هم داره در اختیار او میگذاره. حالا اینجا برای اولین بار در شاهنامه ما اسم یه تعدادی از سران لشکر یا همون پهلوانان رو میخوایم بشنویم. تا حالا جنگ هایی که داشتیم در شاهنامه خیلی مختصر بودن، هنوز اون جنگ های اصلی شروع نشدن و جنگ ها اسم پهلوانان و سرداران سپاه توشون زیاد نمی اومد. کلمه مثل پهلوان به عنوان یک طبقه اجتماعی اسمش اومده بود از همون داستان ضحاک، اما هنوز اشخاصی که بهشون بگیم پهلوان تو داستان حضور نداشتن. از داستان همین آقای منوچهر به بعد ما آرام آرام با اینها هم سر و کار داریم. اسم چند تا از پهلوانان منوچهر رو هم اینجا الان میشنویم. چو جشنی بود این روزگار بزرگ، شده در جهان میش پیداز گرگ. سپهدار چون قارن کاوگان، سپهکش چو شیروی چون آوگان. چو شد ساخته کار لشکر همه، برآمد سر شهریار از رمه. خب اینجا اسم 3 نفر رو شنیدیم: قارن کاوگان، شیروی و آوگان. این کاوگان هم که پشت اسم قارن اومد، کاوگان یعنی فرزند کاوه. پس این آقای قارن فرزند همون کاوه آهنگریه که قبلا داشتیم. گرچه خود کاوه آهنگر دیگه نقشی در داستان همطور که عرض کردم قبلا نداشت، اما این فرزندش هست فعلا توی داستان به عنوان یکی از پهلوانان. حالا خبر به پادشاهی رسیدن منوچهر میرسه به گوش سلم و تور. به سلم و به تور آمد این آگهی، که شد روشن آن تاج شاهنشهی. دل هر دو بیداد شد پرنهیب، که اختر همی رفت سوی نشیب. نشستند هر دو پراندیشگان، شده تیره روز جفا پیشگان. یکایک بران رایشان شد درست، که از آن رویشان چاره بایست جست. که سوی فریدون فرستند کس، به پوزش کجا چاره این بود و بس. بجستند از آن انجمن هر دوان، یکی پاک دل مرد چیره زبان. بدان مرد باهوش و با رای و سنگ، بگفتند با لابه و نام و ننگ. در گنج خاور گشادند باز، بدیدند هول نشیب از فراز. ز گنج کهن تاج زر خواستند، همه پشت پیلان بیاراستند. به گردون ها بر چه مشک و عبیر، چه دینار و دیبا و خز و حریر. ابا پیل گردون کش و رنگ و بوی، ز خاور به دیران نهادند روی. هر آن کس که بود بر در شهریار، یکایک فرستادشان یادگار. چو پرداخته شدشان دل از خواسته، فرستاده آمد برآراسته. چو دادند نزد فریدون پیام، نخست از جهاندار بردند نام. که جاوید باد آفریدون گرد، که فر کی ایزد او را سپرد.
سرش سبز باد و تنش ارجمند، منش برگذشته ز چرخ بلند. بگو کان دو بدخواه بیدادگر، پر از آب دیده ز شرم پدر. پشیمان شده داغ دل پرگناه، همی سوی پوزش نیابند راه. پیامی گذارم ز هر دو رهی، بدین برز درگاه شاهنشهی. از ایرا که خود چشم ایشان نبود، که گفتارشان کس بیارد شنود. چه گفتند دانندگان خرد، که هر کس که بد کرد کیفر برد. بماند به تیمار دل پر ز درد، چو ما مانده ایم ای شهزاد مرد. نبشته چنین بودمان از بوش، به رسم بوش اندر آمد روش. هزبر جهانسوز و نر اژدها، ز دام قضا هم نیابد رها. و دیگر که بی باک و ناپاک دیو، ببرد ز دل ترس گیهان خدیو. خب این چیزی که داریم میشنویم بخش اولی از نامه‌ای که سلم و تور فرستادن. پس سلم و تور نشستن حساب کتابی با خودشون کردن، دیدن که چاره‌ای نیست غیر از این که یک سیاستی اینجا به کار ببرن. گفتن میریم یک نامه‌ای مینویسیم خطاب به پدر از در عذرخواهی، که آقا دیگه به هر حال این کاریه که شده، ببخشید ما رو، و به این شکل میخوان قضیه رو تمام کنن. رفتن گشتن یک فرد دانا و خردمندی پیدا کردن، در گنج ها رو هم باز کردن که با سخاوت ببرن جلو قضیه رو، و حالا این حرف ها رو دارن میزنن به این فرد دانا که بره به عنوان پیغام بگه. دیدیم حرف اصلیشون اینه که به اصطلاح امروزی به غلط کردن افتادن، و چند تا کلمه هم اینجا داشت. یکی که گفت نبشته چنین بودمان از بوش. کلمه نبشته رو اول توضیح بدم. نوشته که میشه همون چیزی که نوشته شده، اما توی شاهنامه کلا هر جا این کلمه نبشته رو به این شکل خاص دیدیم، معنیش یعنی تقدیر، یعنی چیزی که در آسمان ها در تقدیر ما نوشتند. پس میگه نبشته چون این بودمان، یعنی تقدیرمون این بوده. از بوش، این بوش اسم مصدره از فعل بودن، مثل کلمه روش که توی همین بیت اومده. روش رفتنه که شده روش، بوش هم بودنه که اسم مصدرش میشه. بوش که اسم مصدریه که امروز کسی به کار نمیبره، اما معنیش اینه. به عبارت ساده داره میگه که آقا جان، ما هستی ما، ذات ما این بود که در تقدیرمان چون این چیزی نوشته بشه، و برای همین عذرخواهیم از شما. یک کلمه هم در بیت بعد داشتیم هزبر، گفت هزبر جهانسوز. هزبر یعنی شیر. این هم باز جزو کلماتی که در شاهنامه زیاد به کار میره. خب حالا بقیه پیامی که این دو برادر میخوام بدن رو هم بخونیم. اینطوری میگن: و دیگر که بی باک و ناپاک دیو، ببرد ز دل ترس گیهان خدیو. به ما بر چنان چیره شد رای اوی، که مغز دو فرزانه شد جای اوی. همی چشم داریم از آن تاجور، که بخشایش آید به ما بر مگر. اگرچه بزرگ است ما را گناه، به بیدانشی برنهد پیشگاه. و دیگر بهانه سپهر بلند، که گاهی پناه است و گاهی گزند. سیوم دیو کاندر میان چون نوند، میان بسته دارد ز بهر گزند. اگر پادشاه را سر از کینه ما شود پاک، روشن شود دین ما. منوچهر را با سپاهی گران، فرستد به نزدیک خواهشگران. بدان تا چو بنده به پیشش به پای، بباشیم جاوید این است رای. مگر کان درختی که از کین برست، به داب دو دیده توانیم شست. بپوییم تا آب و رنجش دهیم، چو تازه شود تاج و گنجش دهیم. این شد پیغام این دو برادر. بعد از عذرخواهیاشون چیز مهمی که گفتن این بود که گفتند اگر ما رو ببخشی، برای نشون دادن حسن نیت خودمون منوچهر رو پیش ما بفرست و ببین ما چجوری اون رو تکریم میکنیم و روی سر و چشم خودمون میگذاریم و اصلا تاج و همه چی رو به او میدیم. حالا این فرستاده میره به سمت فریدون. فرستاده آمد دلی پر سخن، سخن را نه سر بود پیدا نه بن. ابا پیل و با گنج و با خواسته، به درگاه شاه آمد آراسته. به شاه فریدون رسید آگهی، بفرمود تا تخت شاهنشهی. به دیبای چینی بیاراستند، کلاه کیانی بپیراستند. نشست از بر تخت پیروزه شاه، چو سرو سهی بر سرش گرد ماه. ابا تاج و با طوق و با گوشوار، چنان چون بود در خور شهریار.
خجسته منوچهر بر دست شاه نشسته، نهاده به سر بر کلاه. دو روی بزرگان کشیده رده، سراپا یک سر به زر آزده. به زرین عمود و به زرین سپر، زمین کرده خورشید گون سر به سر. به درگاه ایوان کشیده رده، به طوق و به زنجیر زرین دده. به یک دست بربسته شیر و پلنگ، به دست دگر زنده پیلان جنگ. برون آمد از کاخ شاپور گرد، فرستاده سلم را پیش برد. فرستاده چون دید درگاه شاه، پیاده دوان اندر آمد ز راه. خب اینجا هم باز یه چیزی میبینیم شبیه جریانی که در داستان ایرج هم داشتیم. وقتی اون فرستاده میخواد بره به سمت درگاه فریدون، این جلال و جبروت دربار فریدون رو داستان برای ما کامل توصیف کرد و چه عظمتی داره و این فرستاده میره و اصلا مبهوت جایگاه و اون عظمت درگاه فریدون میشه. اسم شاپور رو هم اینجا شنیدیم. شاپور هم یکی از همین پهلوانانی هست که الان در دربار منوچهر هستن. ما تا حالا اسم 3 تای دیگر داشتیم، قارن، شیروی، آوگان. حالا آقای شاپور هم اینجا اضافه شد. خب حالا این فرستاده میره و میخواد پیام رو بگه. چون نزدیک شاه فریدون رسید، سر تخت و تاج بلندش بدید. ز بالا فرو برد سر پیش اوی، همی بر زمین بر بمالید روی. گرانمای شاه جهان کد خدای، به کرسی زرین برش کرد جای. فرستاده بر شاه کرد آفرین، که ای نازش تاج و تخت و نگین. زمین گلشن از پایه تخت توست، هوا روشن از مایه بخت توست. همه بنده خاک پای توییم، همه پاک زنده به رای توییم. چو با آفرین شاه بگشاد چهر، فرستاده پیشش بگسترد مهر. پیام دو خونی به گفتن گرفت، همه راستی ها نهفتن گرفت. گشاد زبان مرد بسیار هوش، بدو داد شاه جهاندار گوش. ز کردار بدپوزش آراستن، منوچهر را نزد خود خواستن. میان بستن او را به سان رهی، سپردن بدو تاج و تخت مهی. خریدن از او باز خون پدر، به دیبا و دینار و تاج و کمر. فرستاده گفت و سپهبد شنید، مران بند را پاسخ آمد کلید. چو بشنید شاه جهان کد خدای، پیام دو فرزند ناپاک رای. یکا یک به مرد گرانمایه گفت، که خورشید را چون توانی نهفت. نهان دل آن دو مرد پلید، ز خورشید روشن‌تر آمد پدید. پس همونطور که میشد حدس بزنیم، حرفهای این دو برادر و عذرخواهیشون و اون صحبتهایی که کردن برای اینکه بیارن منوچهر پیش ما خدمت میکنیم به او، جواب نداد و فریدون داره میگه ذات پلید این دوتا از خورشیدم برای من آشکارتره. اینجا هم کلمه ای رو داشتیم، کلمه رهی. گفت میان بستن او را به سان رهی. رهی یعنی بنده یا غلام یا نوکر. منظور اینه که همون دو برادر گفتند منوچهر را اگر بیاری ما مثل غلامی خدمتش میکنیم. خلاصه که این کلک جواب نداد. حالا فریدون میخواد پاسخ خودش رو بگه که این فرستاده بره و به عنوان جواب پس بده. شنیدم همه هرچه گفتی سخن، نگه کن که پاسخ چه یابی ز بن. بگو آن دو بی شرم ناباک را، دو بیداد و بدمهر و ناپاک را، که گفتار خیره نیرزد به چیز، از این در سخن خود نرانیم نیز. اگر بر منوچهرتان مهر خواست، تن ایرج نامورتان کجاست؟ که کام دد و دام بودش نهفت، سرش را یکی تنگ تابوت جفت. کنون چون از ایرج بپرداختید، به کین منوچهر برساختید. نبینید رویش مگر با سپاه، ز پولاد بر سر نهاده کلاه. ابا گرز و با کاویانی درفش، زمین کرده از سنب اسپان بنفش. سپهدار چون قارن رزمخواه، چو شاپور نستوه پشت سپاه. به یک دست بر یاد خسرو به پای، چو شیروی شیروزنش رهنمای. به دست دگر سرو شاه یمن، به پیش سپاه اندرون رایزن.
درختی که از کین ایرج برست، به خون برگ و بارش بخواهیم شست. از آن تا کنون کین او کس نخواست، که پشت زمانه ندیدیم راست. نه خوب آمدی با دو فرزند خیش، که من جنگ را کردمی دست پیش. کنون زان درختی که دشمن بکند، برومند شاخی برآمد بلند. بیاید کنون چون هژبر ژیان، به کین پدر تنگ بسته میان. ابا نامداران لشکر به هم، چو سام نریمان و کرشاس به جم. سپاهی که از کوه تا کوه جای، نگیرند و کوبند گیتی به پای. خب این بخش اول صحبت‌های منوچهر بود. در چند تا اسم جدید هم معرفی شد، اینا رو هم یه نگاهی بندازیم. حرف کلیش اینه که میگه شما اگر خیلی مهر و محبت منوچهر رو دارید، که اون مهر و محبتتون رو به پدر بزرگش، یعنی همون ایرج، نشون دادید به قدر کافی. بعد اسامی بزرگان لشکری که قراره با منوچهر برن رو میگه. چند تاش همونایی بود که قبلا هم شنیدیم، مثلا قارن و شاپور. اما یک دو تای دیگه هم داشتیم، مثلا یاد خسرو هم اسم یه آدمیه که برای اولین بار اسمش اینجا میاد. شیروی هم اسمش رو قبلا داشتیم. سرو اسمش رو چند قسمت قبلتر داشتیم، همون شاه یمنی که دخترانش رو به عقد پسران فریدون در آورد. اون هم جز سردارانیه که لشکر خودش رو در اختیار منوچهر قرار میده. و پایینترش هم دو تا اسم دیگر هم شنیدیم، سام نریمان و گرشاسپ جم. این دو تا چهره هم جز پهلوانان همین لشکر منوچهرن. یه نکته رو من همینجا اول قضیه بگم. کلا ما از حالا به بعد در شاهنامه زیاد داریم شرایطی که یه لشکری میخواد حرکت کنه و فهرست طولانی از اسامی سرداران این لشکر رو ما میشنویم. هر جا همچین اتفاق افتاد من میگم براتون که کدومی که از این اسامی رو باید حتما یادمون باشه و بعدا باش کار داریم، کدومش نه. چون خیلی اوقات این اسامی فقط میان برای اینکه نشون بدن اون لشکر خیلی بزرگه و مثلا خیلی از این شخصیت‌ها شما دیگه اسمشون رو ممکنه نشنوید یا حد اکثر یکی دو بار دیگه بشنوید. نقش حیاتی تو داستان ندارن، صرفا اسمشون اینجا اومده. اما بعضیاشون برعکس، شخصیتایی هستن که خیلی باهاشون کار داریم. مثلا اینجا این آقای قارن جزو اون سردارانی که ما حالا باهاش کار داریم، نقشش زیاده در داستان. یا این سام نریمان که الان گفته شد، یعنی سام پسر نریمان، اون هم باز جزو پهلوانانیه که ما زیاد باهاش کار داریم. ولی از اون طرف مثلا شخصیت مثل یاد خسرو صرفا اسمش اومده، خیلی نقش زیادی در داستان نداره. پس کلا خیلی نگران نباشید اگر اسمای یه دفعه خیلی زیاد میشه. اونایشون که مهمن من هی دوباره یادآوری میکنم. خب حالا اینجا فریدون نصف حرفاشو زده. صحبتی که کرده تا الان اینه که گفته من منوچهر رو اگه بخوام بفرستم پیش شما با لشکر میفرستمش. و بعد هم گفت که حرکت ناپسندیه که یک پدر به سمت پسران خودش لشکر بکشه. به همین دلیل من خودم نمیام این جنگ رو شروع کنم، بلکه منوچهر رو میفرستم. حالا این صحبت‌ها رو که کرد، بقیه حرفاش میخواد اون توبه و عذرخواهی این دوتا پسر رو جواب بده. چون حرفی که سلم و تور زدن این بود که گفتن آقا قسمت و تقدیر این بوده، ببخشید ما رو، ولی خب چه کار کنیم، تقدیر بوده. حالا این رو الان فریدون میخواد جواب بده. و دیگر که گفتند باید که شاه ز کین دل بشوید ببخشد گناه، که بر ما چون این گشت گردان سپهر، خرد خیره شد تیره شد جای مهر. شنیدم همین پوزش نابکار، چه گفتان جهانجوی نابرد بار، که هر کس که تخم جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت. گر آمرزه شاید ز یزدان پاک، شما را ز خون برادر چه باک. هر آن کس که دارد روانش خرد، گناه آن سگالت که پوزش برد. ز روشن جهاندارتان نیست شرم، سیاه دل زبان پر ز گفتار گرم. مکافات آن بد به هر دو جهان بیابید، و این هم نماند نهان. سدیگر فرستادن تخت عاج، بر این زند پیلان و پیروز تاج. بدین بدرهای گوهرگونه گون، نجوییم کین و بشوییم خون. سر تاجداران فروشم به زر، که مت تخت بادا مت تاج و مفر. سر بیبه ها را ستاند بها، مگر بدتر از بچه اژدها.
که گوید که جان گرامی پسر بهایی کند پیر گشته پدر. بدین خواسته نیست ما را نیاز، سخن چند گوییم چندین به راز. پدر تا بود زنده با پیر سر، از این کین نخواهد گشادن کمر. پیامت شنیدم تو پاسخ شنو، یکا یک بگوی و به زودی برو. این شد کل صحبت‌های فریدون. پس دیدیم که اول برگشت و جواب اون توبه رو گفت شما اون تیکه که مجازاتتون با خداه و بحث گناهه، اونو خدا توی اون دنیا باتون حساب میکنه، من به اونش کاری ندارم. من تو این دنیا کین خون پسرم رو میخوام. این که گناه کردی و میخواید از خدا پوزش بخواید و توبه کنید، اون حسابش با خداه. این صحبت رو که کرد، بعد میره سراغ این قضیه که اینها گنج ها و هدایای زیادی فرستاده بودن و میگه که شما فکر میکنید من خون پسرم رو حاضرم بفروشم با این چیزا؟ و اینجاست که دیگه واضحه که غیر از لشکرکشی به سمت سلم و تور هیچ گزینه‌ای وجود نداره. حالا این صحبت ها رو که این فرستاده شنیده، میخواد بره و به تور و سلم بگه. فرستادن هول گفتار دید، نشست منوچهر سالار دید. بپژمرد و برخاست لرزان ز جای، همان گه به زین اندر آورد پای. همه بودنی ها به روشن روان، بدیدان گران مایه مرد جوان. که با تور و با سلم گردان سپهر، نبس دیر چین اندر آرد به چهر. بیامد به کردار باد دمان، سری پر ز پاسخ دلی پر گمان. به دیدار چون خاور آمد پدید، به هامون کشیده سرا پرده دید. بیامد ز بالا به پرده سرای، به پرده اندرون بود خاور خدای. یکی خیمه پرنیان ساخته، ستاره زده جای پرداخته. اینجا هم کلمه ستاره جز کلماتی که گهگاه در شاهنامه داریمش. ستاره تو اینجا به معنی اون اختر و ستاره آسمان نیست، بلکه به خیمه خیلی بزرگی که شاهان میزدن توی اون خیمهگاه به اون میگفتن ستاره. یعنی خیمه بوده که با بقیه خیمه ها فرق داشته، اسم این نوع خیمه خاص بوده ستاره. خب پس ایشون الان رفت به سمت سلم که لقبش بود خاور خدای و میخواد پیغام فریدون رو بگه. دو شاه دو کشور نشسته به راز، بگفتند کامد فرستاده باز. بیامد همانگاه سالار بار، فرستاده را برد زی شهریار. نشستنگهی نو بیاراستند، ز شاه نوآیین خبر خواستند. بجستند هر گونه ای آگهی، ز دیهیم و از تخت شاهنشهی. ز شاه فریدون و از لشکرش، ز گردان جنگی و از کشورش. و دیگر ز کردار گردان سپهر، که دارد همی با منوچهر مهر. بزرگان کدامند و دستور کیست، چه مایستشان گنج و گنجور کیست. اناندار چندند و سالار کی، ز جنگاوران نامبردار کی. فرستاده گفت آن که روشن بهار ندیده است، بیند در شهریار. بهاریست خرم درن در بهشت، همه خاک عنبر همه زر خشت. سپهر برین کاخ و میدان اوست، بهشت گزین روی خندان اوست. به بالای ایوان او راغ نیست، به پهنای میدان او باغ نیست. چو رفتم به نزدیک ایوان فراز، سرش با ستاره همی گفت راز. خب اینجا کلمه ستاره ولی به معنای همون اختر آسمانه. میگه سرش با ستاره همی گفت راز، یعنی سرش خیلی بلنده، به عبارتی مقام خیلی بالایی داره. به یک دست پیل و به یک دست شیر، جهان را به بخت اندر آورده زیر. ابر پشت پیلانش بر تخت زر، ز گوهر همه طوق شیران نر. تبیر زنان پیش پیلان به پای، ز هر سو خروشیدن کرنای. تو گفتی که میدان بجوشد همی، زمین با آسمان برخروشد همی. خرامان شدم پیشان ارجمند، یکی تخت پیروزه دیدم بلند. نشسته برو شهریاری چون ماه، ز یاقوت رخشان به سربر کلاه.
چو کافور موی و چو گلبرگ روی، دل آزرم جوی و زبان گرم گوی. جهان را از او دل به ترس و امید، تو گفتی مگر زنده شد جمشید. منوچهر چون زاد سرو بلند، به کردار تحمورت دیو بند. نشسته بر شاه بر دست راست، تو گفتی زبان و دل پادشاست. به پیش اندرش قارن رزم زن، به دست چپش سرو شاه یمن. چو شاه یمن سرو دستورشان، چو پیروز کرشاسپ گنجورشان. شمار در گنج ها ناپدید، کس اندر جهان آن بزرگی ندید. همه گرد ایوان دروی سپاه، به زرین عمود و به زرین کلاه. سپهدار چون قارن کاوگان، به پیش سپاه اندرون آوگان. مبارز چو شیروی درنده شیر، چو شاپور یل زنده پیل دلیر. چونو بست بر کوهه پیل کوس، هوا گردد از گرد چون آبنوس. گرایند زیما به جنگان گروه، شود کوه هامون و هامون چو کوه. همه دل پر از کین و پرچین بروی، جز از جنگشان نیست چیز آرزوی. اینجا هم کلمه بروی یعنی ابروی، گفت پرچین بروی یعنی ابروهاشون چین افتاده، یا به عبارت صورتشون خیلی خشمگینه. خب اینا چیزایی بود که الان این فرستاده خطاب به سلم و تور گفت. اینا پرسیدن که خب اوضاع چجوریه و به عبارت یک آماری از لشکر و دربار و درگاه فریدون و منوچهر برای ما بگو. و دیدیم که این فرستاده همه رو با جزئیات گفت که سردارانشون کجا هستن، لشکرشون چه حدی اندازه‌ایه و الی آخر. حالا که این جزئیات رو الان این فرستاده برای سلم و تور گفته، این دو میفهمن که قضیه به چه شکله. بر ایشان همه برشمردن چه دید، سخن نیست که از آفریدون شنید. دو مرد جفا پیشه را دل ز درد، بپیچید و شد رویشان لاژورد. نشستند و جستند هر گونه رای، سخن را نه سر بود پیدا نه پای. به سلم بزرگانگهی تور گفت، که آرام و شادی بباید نهفت. نباید که آن بچه نر شیر، شود تیز دندان و گردد دلیر. چونان نام ور بی هنر چون بود، کش آموزگار آفریدون بود. نبیره چو شد رای زن با نیا، از آن جایگه بردمد کیمیا. بباید بسیچید ما را به جنگ، شتاب آوریدن به جای درنگ. پس سلم و تور هم به این نتیجه میرسن که باید جنگ رو شروع کنن و الان گفتن که ما باید در این جنگ پیش دستی کنیم، به خاطر اینکه منوچهر به نظر میرسه قدرت بسیار زیادی داره. ز لشکر سواران برون تاختند، ز چین و ز خاور سپه ساختند. فتادند در آن بوم و بر گفت و گوی، جهانی به دیشان نهادند روی. سپاهی که آن را کرانه نبود، بدان بود که اختر جوانه نبود. خب این بیت هم کمی توضیح میخواد. اینجا الان داریم توصیف لشکر سلم و تور رو میشنویم. میگه سپاهی که کرانه نبود، سپاه بسیار بزرگیه، ولی گفت بد آن بود که اختر جوانه نبود. اینجا اختر باز هم اشاره داره به طالع‌بینی. میگه یعنی سپاهشون خیلی سپاه بزرگی بود، اما اقبال یا همون تقدیر با اینا همراه نبود. یعنی پیشا پیش داره میگه اینا قراره این جنگ رو ببازند. دو لشکر ز خاور به دیران کشید، به خفتان و خوداندرون ناپدید. بازند پیلان و با خواسته، دو خونی به کینه دل آراسته. سپه چون به نزدیک ایران کشید، همانگه خبر به آفریدون رسید. بفرمود پس تا منوچهر شاه، ز پهلو به هامون گذارد سپاه. یکی داستان زد جهاندار کی، که مرد جوان چون بود نیک پی. به دام آیدش ناسگالید میش، پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. شکیبایی و هوش و رای و خرد، هزبر از بیابان به دام آورد. و دیگر ز بد مردم بد کنش، به فرجام روزی بپیچد تنش. به پادفره آنگه شتابیدمی، که تفسید آهن نتابیدمی.
اینجا هم بازی بیتی داشتیم که مقداری توضیح میخواد. حرفایی که اینجا داریم میشنویم حرفهای فریدون هست خطاب به منوچهر. وقتی فریدون خبردار شده که اون دو برادر الان لشکر کشیدن دارن حمله میکنند، داره به منوچهر میگه که الان آماده باشو و وقت مقابله و جنگیدن با اونا الانه. بعد برای اینکه این رو توضیح بده که الان وقت جنگه، گفت به پادفره آنگه شتابیدمی. پادفره یعنی عقوبت یا مجازات. بعد اون مصرع بعدشه که سخته، گفت که تفسید آهن نتابیدمی. تفسیده یعنی گداخته یا خیلی داغ شده. اینجا اصطلاحی که داره به کار میره حالت کنایه، احتمالاً کنایه است به یک کاری در آهنگری که آهن رو خیلی داغ میکردن و بعد شروع میکردن پتک و چکش روش کوبیدن برای اینکه شکل و فرم هر چیزی که میخواستن رو بهش بدن. میگه یعنی همونطور که آهن رو باید داغش کرد و بعد آهن تفسیده رو شروع کرد زدن یا تابیدن، اینجا تابیدن منظور اینه که شکل و شمایل بهش دادن، این اشاره داره به این که باید از فرصت استفاده کرد. این آهن تا داغه میشه روش بکوبی، سرد که شد دیگه فایده نداره. حالا منوچهر هم این پاسخ رو میده. منوچهر گفت ای سزاوار شاه، کی آید به پیش تو کس کینه خواه، مگر بد سگالت بر او روزگار، به جان و تن اندر خورد زینهار. من اینک میان را به رومی زره ببندم، که نگشایم از تن گره، به کین جستن از دشت آوردگاه، برارم به خورشید گرد سیاه. از آن انجمن کس ندارم به مرد، کجا جست یارند با من نبرد. بفرمود تا قارن رزم جوی، ز پهلو به دشت اندر آورد روی. سرا پرده شاه بیرون کشید، درفش همایون به هامون کشید. همی رفت لشکر گروه ها گروه، چو دریا بجوشید هامون و کوه. چنان تیره شد روز روشن ز گرد، تو گفتی که خورشید شد لاژورد. ز کشور برآمد سراسر خروش، همی کر شد مردم تیزگوش. خروشیدن تازی اسپان ز دشت، ز بانگ تبیره همی برگذشت. ز لشکرگه پهلوان تا 2 میل، کشیده 2 رویه رده زنده پیل. از آن 60 بر پشتشان تخت زر، به زر اندرون چند گونه گوهر. چو 300 بنه برنهادند بار، چو 300 همان از در کارزار. همان همه زیر برگستوان اندرون، نبودشان جز از چشم از آهن برون. سراپرده شاه بیرون زدند، ز تمیشه لشکر به هامون زدند. خب اینجا الان توصیف لشکر منوچهر رو شنیدیم که زدن به بیابان و یه حجم زیادی از این توصیف هم درباره فیل‌هاشون بود. گفت که این زنده پیل‌ها رده کشیدند. این رده کشیدن هم یعنی صف کشیدن. بعد گفت که اینا همه هم برگستوان داشتن که خب برگستوان هم اون زرهی هست که بر تن فیل و اسب میکنن و حالا این لشکر با این تعداد زیاد فیل و اسب میخواد بره بیرون. گفت که از تمیشه رفتن به سمت هامون. هامون یعنی همون دشت. تمیشه هم که اون جنگلی بود که در منطقه طبرستان بود که گفتیم در کنار همون جنگل پایتخت فریدون هست. سپهدار چون قارن کیندار، سواران جنگی چو 300,000. همان نامداران جوشنوران، برفتند با گرزهای گران. دلیران و هر یک چو شیر ژیان، همه بسته بر کین ایرج میان. به پیش اندرون کاویانی درفش، به چنگ اندرون تیغهای بنفش. منوچهر با قارن رزم زن، برون آمد از بیشه نارون. بیامد به پیش سپه برگذشت، برآراست لشکر بران پهندشت. چپ لشکرش را به کرشاسب داد، ابر میمنه سام یل با قباد. رده برکشیدند هر 2 سپاه، منوچهر با سرو در قلبگاه. همی تافت چون مه میان گروه، نبود هیچ نیکوتر از آن گروه. سپه کش چو قارن، مبارز چو سام، سپه تیغها برکشید از نیام. طلایه به پیش اندرون با قباد، کمینور چو گرد تلیمان نژاد. یکی لشکر آراسته چون عروس، به شیران جنگی و آوای کوس. خب اینجا هم شرح ساختار لشکر منوچهر رو شنیدیم. یکی 2 تا اصطلاح هست که
ما هر وقت بحث جنگ در شاهنامه میشه با این اصطلاح زیاد کار داریم. 3 کلمه هست، یکی میمنه، میسره و قلب. اینا به ترتیب میشن راست، چپ و وسط یک لشکر و همیشه وقتی لشکرها آرایش نظامی میگیرن به خودشون، یک سردارهای معین میشن برای اینکه این 3 جا رو رهبری کنن. مثلا گفت سمت چپ لشکر رو داد به پهلوانی به نام کرشاسب، سمت میمنه که میشه راست لشکر رو داد به سام و قباد، سام و قباد هر دو، و بعد خود منوچهر به همراه سرو رفتن در قلبگاه، یعنی همون وسط. علاوه بر اینها یک گروهی هم هستن معمولا جلوتر از بقیه لشکر حرکت میکنن. به اون گروه کوچکتری که جلوی لشکر میرن میگن طلایه. طلایه لشکر رو هم داد به دست قباد. بعد از اونها هم یک گروه دیگه رو هم گفت که کمینور هستن، کسانی که در کمین گوشه دور از بقیه لشکر نشستن برای کمین دشمن. گفت که اونها رو هم داد به فردی که گفت تلیمان نژاد هست، گرد تلیمان نژاد. قاعدتا یعنی پدرش اسمش از تلیمان. حالا اینکه کدومی که از این پهلوانان بودی که اسم پدرش تلیمان بوده اینو هم درست نگفت برای ما، ولی به هر حال یکی از همین پهلوان‌ها هست. حالا این لشکر منوچهر الان آرایش رسمی خودش رو گرفته و خبر میرسه به لشکر سلم و تور. به سلم و به تور آگهی تاختند که کین آوران جنگ را ساختند. ز بیشه به هامون کشیدند صف، ز خون جگر بر لب آورده کف. 2 خونی همان با سپاهی گران برفتند آگنده از کین سران. کشیدند لشکر به دشت نبرد، الانان و دریا پس پشت کرد. یک طلایه برون شد قباد، چو تور آگهی یافت آمد چو باد. بدو گفت نزد منوچهر شو، بگویش که ای بی پدر شاه نو. اگر دختر آمد از ایرج نژاد، تو را تیغ و کوپال و جوشن که داد. بدو گفتش آری گزارم پیام بر اینسان که گفتی و بردی تو نام. ولیکن گر اندیشه گردد دراز، خرد با دل تو نشیند به راز. بدانی که کاریت هول است پیش، بترسی از این خام گفتار خیش. اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی، نیستی بس عجب که از بیشه نارون تا به چین سواران جنگند و مردان کین. درفشیدن تیغهای بنفش، چو بینید با کاویانی درفش. بدرد دل و مغزتان از نهیب، بلندی ندانید باز از نشیب. خب پس اینجا قباد که گفتیم طلایه دار جلوی بقیه لشکر حرکت میکنه، رفت و رسید به لشکر سلم و تور. اینجا پیامی بود که تور داد به قباد، گفت اینو برو به منوچهر بگو. حرفی هم که میزنه صرفا اینه که میگه ایرج ازش دختری به دنیا آمد، تو کی هستی که میگی من پسر ایرجم؟ به عبارتی داره به او نسبت بیکس و کاری یا حتی حرامزادگی میده. میگه اصلا ایرج پسری نداشت که بخواد انتقام خون پدر رو بگیره. خب واضحه که تور در جریان هست که منوچهر نسبش از طرف مادری، یعنی از همون دختر ایرج به ایرج میرسه. اینجا صرفا داره توهین میکنه، به قولی یه توهین ناموسی داره میکنه که صرفا طرف رو مسخره و اذیت کرده باشه و حرفش غیر از توهین واقعا محتوای دیگری نداره. از اون طرف هم دیدیم که قباد حرفی که زد این بود که باشه من این پیام تو رو میفرستم به منوچهر، اما اگر تو عقل داشته باشی میفهمی که این پیامت فایده خاصی نداره و قضیه خیلی جدی تر از این صحبت هاست که بخوای با مسخره کردن شاه لشکر دشمن کاری از پیش ببری. حالا قباد الان میره و این پیام رو به منوچهر میگه. قباد آمد آنگه به نزدیک شاه، بگفتان چه بشنید از آن رزم خواه. منوچهر خندید و گفت آنگهی، که چونین نگوید مگر ابلهی. سپاه از جهاندار هر 2 جهان شناسنده آشکار و نهان. که داند که ایرج نیای من است، فریدون فرخ گوای من است. کنون چون به جنگ اندر آریم سر، شود آشکارا نژاد و گوهر. به زور خداوند خورشید و ماه، که چندان نمانم ورا دستگاه. که بر هم زند چشم زیر و زبر، ابیتن به لشکر نمایمش سر.
بخواهم از او کین فرخ پدر، کنم پادشاهیش زیر و زبر. بفرمود تا خان بیاراستند، نشستنگه رود و می خواستند. بدانگه که روشن جهان تیره گشت، طلایه پراگند بر پهن دشت. به پیش سپه قارن رزم زن، ابا رایزن سرو شاه یمن. خروشی برآمد ز پیش سپاه، که ای نامداران و شیران شاه. بدانید که این جنگ آهرمن است، همان درد کین است و خون جستن است. میان بسته دارید و بیدار بید، همه در پناه جهاندار بید. کسی کو شود کشته زین رزمگاه، بهشتی بود شسته پاک از گناه. هر آن کس که از لشکر چین و روم، بریزند خون و بگیرند بوم. همه نیک نامیش تا جاودان، بماند بدو فره موبدان. هم از شاه یابی دیهیم و تخت، ز سالار زور و ز دادار بخت. چو پیدا شود پاک روز سپید، دو بهره بپیماید از چرخ شید. ببندید یک سر میان یلی، ابا گرز و با خنجر کاولی. بدارید یک سر همه جای خیش، یکی از دگر پای منهید پیش. اینجا هم کلمه شید رو هم که قبلا داشتیم باز، یعنی همون خورشید. این صحبتی که الان دارن میکنن برای لشکریان که حسابی به هیجان بیارنشون، آمادهشون کنن برای جنگ.